اگه فر نداری پیتزا تو توی تابه این مدلی درست کن. به قدری خوشمزه است که بچه‌ها عاشقش میشن. پر از عطر و طعم این نون پیتزایی. حتما یه مرتبه امتحانش کنید، واقعا لذیذه. اینقدرم سریع و راحت درست میشه که باورتون نمیشه. 2 تا تخم مرغ رو به همراه یه لیوان آب، یه لیوان شیر ترکیب کنید، بهش خمیرمایه دکتر اوتکر و شکر و نمک رو اضافه کنید. یکم دیگه مخلوطشون که کردید، آردتون رو کم کم به این مواد اضافه کنید و هم بزنید. به این خمیری که الان درست کردیم خمیر خیس میگن. خب میبینید چقدر شله. روش رو ببندید، تقریبا 45 دقیقه بهش استراحت بدید تا حجمش 2 برابر بشه. حالا برای مواد پیتزا هر چیزی که دوست دارید میتونید بریزید، ولی این ترکیبی که من میگم خیلی خوشمزه‌اش میکنه. سوسیس و فلفل دلمه و پنیر پیتزا و جعفری و پیازچی و سبزی ایتالیایی که اصلا ادویه محشری برای این نون پیتزایی هستش. وقتی که ترکیبش رو میکنید اون پف خمیرم میخوابه و یه همچین مایه‌ای به دست میاد که شما بعد این مایه رو داخل روغنی که داغ شده توی ماهیتابه سرخش بکنید. تنها نکته‌ای هم که برای پختش وجود داره اینه که وقتی که ملات پیتزا رو داخل ماهیتابه ریختید، در تابه رو ببندید، بذارید تا کاملا مغز پخت بشه. ولی وقتی که برش گردوندید دیگه در تابه رو نذارید. اینطوری نون پیتزاتون کاملا ترد میشه و بلافاصله بعد از اینکه سرخ شد روی توری خنک کننده قرارش بدید.